پروردگار ما در روز قیامت علی ابن ابی طالب است. با تأکید میگویم پروردگار ما در روز قیامت علی ابن ابی طالب است. قیامت و علی پرستان. وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا دليلنا احنا. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله. وإن شاء الله يدخل شيعته في الجنة ويدخلكم في النار. همه مسلمانان عقیده دارند که تنها الله تعالی رب، مالک، پادشاه، حکم و فرمانروای روز قیامت است. مالک یوم الدین. الله مالک و اختیاردار روز جزاست و غیر الله تعالی در آن روز هیچ نوع اختیاری ندارد. یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی که هیچ کسی برای دیگران نمیتواند کاری بکند و در آن روز فرمان الله است. حاکم و فیصله‌گر روز قیامت نیز تنها الله تعالی می باشد. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ملک و فرمان روایی در آن روز از آن الله است. میان آنان داوری می کند. پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پرناز و نعمت خواهند بود. در آن روز بزرگ پادشاهی فقط از آن الله است و هیچ کس جز به اذن او تعالی سخن گفته نمیتواند. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. پروردگار مهربان آسمان ها و زمین و همه چیزهایی که در میان آنها قرار دارد، از عظمت او در روز قیامت نمی توانند سخنی بگویند. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. روزی که آنان آشکار شوند چیزی از آنان بر الله پنهان نمی ماند. الله می فرماید
امروز فرمان روایی از آن چه کسی است؟ پروردگار متعال در پاسخ می‌فرماید از آن الله یکتای چیره و تواناست. امروز هر کس در برابر کاری که کرده است جزا و سزا داده می شود. امروز هیچ گونه ستمی وجود ندارد. بیگمان الله سریع الحساب است. و بنابراین حساب و کتاب مخلوقات در روز قیامت تنها به دست او تعالی است. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. به یقین بازگشت آنان به سوی من یعنی الله با عظمت است. آنگاه حساب ایشان نیز با من خواهد بود. اما آخوندان رافضی به پروردگاری غیر از پروردگار مسلمانان ایمان دارند و این آخوند با زبان خود اعتراف نموده و بر آن تأکید می‌ورزد که پروردگار دین تشیع علی رضی الله عنه است